بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شنونده‌های عزیز، وقتتان بخیر. به خبرهای این ساعت از رادیو حریت خوش آمدید. ابتدا سرخط چند خبر. تشکیل جلسه کمیسیون عالی رسیدگی به مشکلات مهاجرین اخراج شده از پاکستان و ایران. کمیته‌های شامل این کمیسیون در بخش انتقال، ارائه خدمات صحی و ایجاد سرپناه موقت برای مهاجرین کار می‌کنند. بازداشت یک باند 6 نفری سارقین در کابل. این افراد پس از آن بازداشت شدند که در حال سرقت از یک منزل مسکونی در حوزه 13 امنیتی شهر کابل بودند. تأکید ملا عبدالغنی برادر بر جمع‌آوری همه گدایان شهر کابل. معاون اقتصادی ریاست الوزراء میگوید در تلاش حل مشکلات گدایان و فراهم نمودن زندگی بهتر برای آنان هستند. افزایش حاصلات انگور قندهار نسبت به سال گذشته. مسئولان در ریاست صنعت و تجارت قندهار میگویند که در حاصلات انگور این ولایت در مقایسه با سال گذشته 2 برابر افزایش آمده است. و در پی آتش سوزی در معدن زغال سنگ قزاقستان 11 تن کشته شدند. شنوندگان ارجمند، باز هم خوش آمدین. امروز یک شنبه 14 ماه ربیع الثانی سال 1445 هجری قمری و 7 عقرب سال 1402 هجری شمسی است که برابر می شود با 29 ماه اکتبر سال 2023 میلادی. مشروع خبرها. کمیسیون عالی برای مدیریت مهاجران برگشت کننده از پاکستان و ایران که هفته گذشته ایجاد شد به تازگی تشکیل جلسه داده و از کمیته‌های مربوط به این کمیسیون خواسته که هر چه زودتر کارشان را آغاز کنند. این کمیسیون که متشکل از 12 کمیته است، در جلسه روز گذشته ساحات فعالیت آنان مشخص شده است. گفته می شود این کمیته ها در بخش شناسایی، تشخیص، انتقال، ارائه خدمات صحی و ایجاد سرپناه موقت برای مهاجرین کار می کنند. با این حال کمیسیون عالی رسیدگی به مشکلات مهاجرین اخراج شده که از سوی رهبر امارت اسلامی ایجاد شد، از شهروندان مهاجر افغان خواسته شده که بدون ترس به وطنشان بازگردند و زندگی آبرومندانه داشته باشند. نیروهای حوزه 13 امنیتی شهر کابل یک باند 6 نفری سارقین را از مربوطات این حوزه بازداشت کردند. شمس الله حماد آمر حوزه 13 امنیتی شهر کابل میگوید که این افراد پس از آن بازداشت شدند که در حال سرقت از یک منزل مسکونی در مربوطات این حوزه بودند. از سوی هم قماندانی امنیه کابل میگوید که از نزد این افراد 1 میل تفنگچه، 1 میل کلاشینکوف، 2 اراده موتر، 1 اندازه طلا، حدود 10,000 افغانی و 11 ست موبایل نیز به دست آمده است. بانک ملی افغانستان در اطلاعیه خبر داده است که این بانک روند جمع‌آوری و تعویض بانکنوت‌های مندرج شده 500 افغانی و 1000 افغانی را نیز آغاز کرده است. بر اساس اطلاعیه این بانک روند جمع‌آوری و تعویض سایر بانکنوت‌های مندرج شده به شمول 500 افغانی و 1000 افغانی در مرکز و ولایات بدون فیس یا کمیشن اضافی ادامه دارد. این بانک نگاشته است که شهروندان می توانند با داشتن 100,000 پول فرسوده شده 500 افغانی و یا 1000 افغانی به یک از نمایندگی‌های بانک‌های خصوصی و یا دولتی مراجعه کرده و بانکنوت جدید به دست آورد. ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزراء در نشست مشترک وزارتخانه‌ها و ادارات عضو کمیته جمع‌آوری گدایان در شهر کابل بر جمع‌آوری همه گدایان در کابل تاکید کرده است. آقای برادر در این نشست گفته که پس از جمع‌آوری تمام گدایان و ختم پروسه ارزیابی کمک‌های نقدی و خوراکی به گدایان مستحق ادامه خواهد یافت. و میگوید که در تلاش حل مشکلات گدایان و فراهم نمودن زندگی بهتر برای آنان هستند. از سوی هم در این نشست کمیته جمع‌آوری گدایان شهر کابل فیصله کرده که امامان مساجد در خطبه‌های نماز جمعه از ضررهای دنیوی و اخروی گداییگری به مردم آگاهی دهند.
عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه میگوید که مولوی امیرخان متقی سرپرست این وزارت در سفرش به ترکیه با فریدون سنرلی اوغلو هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل دیدار کرده است. در این دیدار آقای متقی گفته که جامعه جهانی کارهای مثبت در 2 سال گذشته را در افغانستان نادیده میگیرد و خواست یک طرفه دارد. به گفته آقای متقی جامعه جهانی با بهانه‌های پشتوانه پولی افغانستان را مسدود کرده و در پی مجازات مردم افغانستان است. آقای متقی از جامعه جهانی خواسته که به افغانستان از دید یک کشوری که در آن ناامنی است و جنگ جریان دارد نبیند، بلکه این کشور اکنون دارای حکومت مرکزی است و امنیت در آن حاکم است. وزارت فواید عامه خبر داده است که ملا محمد عیسی ثانی سرپرست این وزارت در سفرش به پروان و بغلان کار بازسازی قسمت سوم شاهرای سالنگ را آغاز کرده است. به گفته وزارت فواید عامه این بخش شاهرای سالنگ از ولسوالی خنجان الی ولسوالی دوشی بغلان به طول 21.3 کیلومتر و عرض 7 متر به صورت اساسی بازسازی می شود. کار ساخت بخش سوم شاهرای سالنگ در حال آغاز می شود که کار ساخت تونل سالنگ در حال تکمیل شدن است و به زودی به بهره برداری خواهد رسید. وزارت فواید عامه نیز می گوید که با تکمیل شدن کار ساخت این شاهرا در رفت و آمد مردم و انتقال کالاهای تجارتی سهولت به میان خواهد آمد. مولانا نور احمد اسلامجار والی هرات در دیدار با شمار از دیپلمات‌های خارجی در این ولایت خواهان کمک بیشتر با آسیب دیدگان زمین لرزه این ولایت شد. والی هرات در دیدار با روزا اوتونبایوا رئیس یونما در افغانستان، دانیل اندرس معاون نماینده خاص سازمان ملل و تاکایوشی کورمایا سفیر ژاپن در کابل از آمار بلند بیجا شدگان زمین لرزه اخیر نگرانی کرده و گفته اگر تا فرارسیدن زمستان کمک بیشتر برای آسیب دیدگان صورت نگیرد فاجعه انسانی را خواهد داد. گفته می شود دیپلمات‌های خارجی از بحر غمشریکی و بررسی مشکلات آسیب دیدگان زمین لرزه به هرات رفتند. این نگرانی والی هرات در حالی است که بر اساس معلومات 43,000 تن در زمین لرزه اخیر در هرات آسیب پذیر شدند. قاری فصیح الدین فطرت رئیس کل ستاد ارتش کشور در سفرش به ولایت بدخشان کار ساخت شاهرای ولسوالی اشکاشم الی واخان بدخشان را افتتاح کرده است. رئیس کل ستاد ارتش کشور کار بازسازی شاهرای واخان الی پامیر را از لحاظ تجارتی در کشور با اهمیت گفته است. به گفته او این شاهرا ولسوالی واخان و پامیرهای خرد و بزرگ را به مرکز ولایت بدخشان وصل می‌کند که می‌تواند در رفت و آمد مردم سهولت به بار آورد. گفته می شود این شاهرا تحت نظارت رهبری وزارت دفاع ملی و تیم‌های تکنیکی این وزارت تطبیق و به بهره برداری خواهد رسید. وزارت امور داخله در خبرنامه میگوید که طی چند روز اخیر نیروهای امنیتی 12 تن را از 4 ولایت کشور در پیوند به جرایم مختلف جنایی بازداشت کردند. در خبرنامه این وزارت آمده است که این افراد در پیوند به قتل، منازعه، قماربازی و مسموم ساختن متعلمین یک مکتب در ولسوالی شیرین تگاب فاریاب بازداشت شدند. بر اساس این خبرنامه این افراد از ولایت‌های غور، بلخ و فاریاب بازداشت شدند. گفته می شود پلیس ارزگان نیز طی عملیات 2 میل کلاشینکوف، 4 میل تفنگچه و مقدار مهمات را در ولسوالی خاص ارزگان این ولایت نیز کشف و به دست آوردند. مسئولان در ریاست صنعت و تجارت قندهار میگویند که در حاصلات انگور این ولایت در مقایسه به سال گذشته 2 برابر افزایش آمده است. نورالله نوری سخنگوی صنعت و تجارت قندهار میگوید که به دلیل افزایش حاصلات انگور در این ولایت به ارزش 15 میلیون و 46 هزار دلار بیش از 28 هزار تن انگور را به مارکت های خارجی صادر کردند. و گفته او این مقدار انگور طی هفته های گذشته به پاکستان و هند صادر شده است.
و در بخش خبرهای خارجی هم مقامات قزاقستانی اعلام کردند که در پی آتش سوزی در یک معدن زغال سنگ در شهر کاراگاندی این کشور 11 تن کشته و 18 تن دیگر زخم برداشتند. به گفته پلیس شهر کاراگاندی قزاقستان در هنگام آتش سوزی 252 کارگر در معدن مصروف کار بودند که از آن جمله 205 کارگر را بیرون آوردند. علت این آتش سوزی تا هنوز مشخص نیست و فعالیت شرکت‌های قراردادی این معدن نیز متوقف شده است. این بود خبرها تا این ساعت که تقدیمتان شد. از توجهتان سپاس. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.